در این سفر رحمانوف از مقبره پدرش اوتمز یا اینکه اوتاسز زیارت کرد. البته فهمیده می شود که خیلی پزمان شدگی است. اسلام کریموف رفت زیارت کرد. بیاید یک گوشه یا اینکه یک پارچه همین نواره با هم میبینیم. Tojikiston prezidenti davlatimiz rahbari hamrohligida Hazrati Xizr majmuasiga tashrif buyurib, Islom Karimov qabrini ziyorat qildi. اینجا بود قبر پدرش یا اینکه همون کسی که پدرش میگفت رحمانوف، اسلام کریموفی که امروز گرفتن نام او در رسانه های ازبکستان جنایت است. علاکه قانون صادر شد که نام یا اینکه نشانه از کریموف در رسانه ها گرفته نشود. این پریکاز بالای تمامی رسانه ها است. از او تعریف، از او توصیف نشود. این مردک از او قانون بیخبر. او ازبکا را میفهمند. پدر از فرزند جدا کردن، دیکتاتور از دیکتاتور جدا کردن. در اون فکر هستم که یک کمک این همین دیکتاتور، این همون کسی که به همون راه کریموف رفته ایستاده است، از همین زیارت ها، از همین قبرها را دیدن آیا عبرت میگرفته باشد؟ روزی که کریموف تمامی قدرت در دستش بود، خب تمامی امکانیت ها، تمامی ثروت و پول و دارایی مردم و کشور در دستش بود، اولین آخرین سخن همون گپ میزد. یگان مخالف در ازبکستان وجود نداشت، یگان آزادی سخن، حقوق انسان ایتری گپا نبود. امروز در مقابل رحمانوف یک جسد، یک مرده در ته خاک است، یک جسمی بیجان. آیا فکر میکرده باشد؟ من خوشحال رفتم که رفت گورستان زیارت کرد، ولی مهم از این عبرت است. سوال این است که آیا عبرت گرفت یا نه؟ وقتی را نشان میده. میبینیم کریموفی که ببینید امروز زنش در حبس خانگی است. از همون قشلاق یا که همون شهری که زندگی میکند بیرون برآمده نمیتوند. در یگان رسانه ها حق گپ زدن ندارد، نه داخلی نه خارجی. گلناره دخترش در زندان است با هزارها تهمت، با هزارها فکت و دلیل. سوء استفاده از منصب، مبلغ ها را دزدیدن و غارت کردن، شرکت ها، رشوت، همه این دزدی ها را جمع کرده امروز در زندان است. کی؟ دختر پرزیدنت، یعنی که آزاده یا کی اونو دیگرش ستاره، رخشانه، سیر دختر همه دخترش ناموش از یاد که نمیتونم. خلاصه اینو در زندان هستن امروز. یک دختر دیگهش در یونسکو در فرانسیا نماینده ازبکستان بود. بعد از اون که پدرش مرد امروز دیگه ازبکستان برگشته نمیتونه. پناهندگی سیاسی در فرانسه سپردگی هستن. نبیره دیگهش با مادرش در بریتانیا زندگی میکنن، دیگه برگشتن نمیتونن. شویتزاریا امروز تصمیم گرفت که تمام ثروت کریموف به ازبکستان به حکومت میدین. اینا چی معنی دارن؟ که حکم ابدی نیست، انسان ابدی نیست. مردم شریف تاجیکستان، خطاب من امروز هم به شما هسته که این شخصا هر کسی که باشن میروند، وطن میموند، کشور میموند، ملت میموند. باید ما هر یک تمون سوالمون بتین به خودمونه، مخصوصا اون کسانی که مشغولی
توصیف و تعریف و خدا کردن رحمانوف هستند. به همون غلام صفت ها برای شما شخصیت مهم است یا وطن؟ باور کنید هر کاری که میکنید، هر تملق کاری و لبن برداری که میکنید، روز این شخص از بین میرود. امروز همه را پایمال کرده، حقوق انسان، ملت، مردم، مقدسات وطن یک شخص بالا برداشتن. نیده اگر همین نباشه نمیشوه. ای نومی را کج نگیری، شما ای را پس نزنی، تنقید نکنی. این پیشوای ملت است، موافق همون قانون ای را رسیدن معنی است. این یک چیزی مقدس است، سویه خدا هست. نمیدونم چی و دیگر را. باور کنی شخص پرستی ما را از بین میبره، کشور را از بین میبره. در امریکا اوباما، کلینتون، بوش، خب دیگراش که تقریبا حدودی 100-150 پرزیدنت داشتن، از بین رفتن. همه اونا رفتن. کی موند؟ وطن امریکا موندگی است. همین شب روزی که ما صحبت میکنیم الکه سود در امریکا پای ترامپ کشیده ایستاده است و احتمال می رود که تا 1 ماه 2 ماه دیگر دوام نکنه. توسط سود ترامپ امکان دارد که از وظیفه خالی شود، همچون جنایتکار اعلان شود. چون در اوج انسان مهم نیست، شخصیت مهم نیست، کشور مهم است، قانون مهم است، ولایت قانون مهم است. در ما چی؟ رحمانوف همه را زیر پا کردگی است. قانون خودش است، کتاب خودش است، خدا خودش است، پیغمبر خودش است. اصلا من در این چیز تعجب نمیکنم که یک دیکتاتور خودش خدا بگه، اما غمی من در اون است، تشویشی من در اون است که یک عده از هموطنان من همین چیز باور میکنن، همین چیز خدا میگن، قرصک میزنن، رکوع میکنن، سجود میکنن در نزد پاش. اینه است مصیبت. مصیبت اونی نیست که رحمانوف چی میگه، مصیبت اونی هست که بعضی ها او را باور میکنن.